بیننده عزیز و ارجمند، سلامای گرم خود خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. امروز شنبه 13 جولای سال 2013 میلادی مطابق 22 سرطان سال 1392 هجری شمسی شما در برنامه زوره با من زوره یوسف داوود هستین که از روی شبکه جهانی آریانا افغانستان به طور زنده و مستقل پخش می گردد. امیدوار هستم در هر نقطه دنیا که هستین صحت و سلامت باشین و امید است که ماه مبارک رمضان به خوشی و خوبی سپری شود و واقعا ما تقاضا میکنیم از طرفهای درگیر در افغانستان، خواهش صمیمانه میکنیم که از کشتار مردم بیگناه افغانستان در این ماه مبارک رمضان پرهیز کنن. این ماه پاکی و صفایی روح و روان است و همون ترتیب که از خوردن غذا و از نوشیدن پرهیز میکنیم و از کارهایی که لازم نیست، به همین ترتیب باید است ما از جنایاتی که در حق انسان ها میشه به پیروی از دین مبین اسلام و به احترام به این ماه مبارک رمضان باید است که ما پرهیز کنیم. و کسانی که در این ماه باز هم در روزهای اولش در نقاط مختلف افغانستان جانهای شیرینشانه در اثر بم‌های کنار جاده و در اثر بم‌های انتحاری از دست دادن، ما برویشان دعا می‌فرستیم و به همین ترتیب معلومدار طرف مقابل که به اصطلاح دشمن خطاب میشه یا گروه طالبان هست، اگر اونا هم کسانشان توسط بمباردمان کور ناتو و قوای هوایی افغانستان از بین میرن، ما اونا را هم آرزو نداریم. این ماهی هست که ما باید بهش احترام فوق‌العاده قائل باشیم. به هر صورت دوستان عزیز، همچنان برای برادر عزیزم جناب محترم دکتر صاحب وحید الله که جایزه مادر تریسا را در مورد صلح کاسوو و البانیا به دست آوردن، برشان یک جهان تبریک میگم. البته هر افغان ما که در یک نقطه جهان به موفقیت یعنی به دست میآورن، او مایه افتخار همه ما است و اونا همیشه در برنامه ما آمدن. امید است که باز هم صحبت‌هایشان در مورد دفتر طالبان در قطر بشنویم. به همین ترتیب از خواهر عزیزم امیرا جان عدالت که هر ماه عقوزیتشان بر ما روان میکنن، ازشان یک جهان ممنون و از زایده جان بارگزای هم بسیار زیاد تشکر میکنم، بسیار مهربانی میکنن. دوستای عزیز، ما به طرف ماه آگست میریم و کسایی که ممبرشپ یا عقوزیت این برنامه را گرفتن ازشان خواهش میکنم پولای خود بفرستن، در غیر از این برنامه پیش نمیره، باز نشه که باز هم شوی زوره به تعلیق در بیاید. موضوع دیگه را که میخواستم خدمت شما عزیزان بگویم بیننده عزیز که شما در برنامه آقای مسکینیار، در برنامه دیدگاه و در برنامه وانه جان حتما شما دیده باشین که مسئله یک شخص به نام ولید کرزی مطرح بحث قرار گرفت که گویا با احساسات دختران جوان و پاک بازی کردن و پولهایی به جیبشان زدن. من از جوانای افغان و خصوصا از دخترای جوان افغان خواهش میکنم که باید بسیار زیاد متوجه از این مسائل باشن. مسئله سوشال میدیا یا فیسبوک و موضوعات اینترنت یکی از گرچند که یکی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای بزرگ بشری است در جهان تکنولوژی، اما به عمو اندازه مشکلات خود هم فوق‌العاده داره. شما لازم نیست که به هر ایمیل جواب بدین، لازم نیست که شما چت روم باز کنین با هر کس و لازم نیست که فریب این قسم انسان‌ها را بخورین. هیچگاه در هیچ زمانی به هیچ ترتیبی که تا که شما متيقن نشین به کسی پول روان نکنین. مردم از داخل افغانستان به شما زنگ میزنن، خانواده‌های فقیر و غریب خود به شما معرفی میکنن و شما پول تقاضا میکنن، یا به طور مثال ازدواج های اینترنتی باعث بسیار شدید متوجه از این مسائل باشن. امید است که قسم اشخاص به پنجه قانون سپرده شوند هرچی زودتر. و یک تبصره کوچک دیگه هم دارم و بعد از اون مهمان عزیز را در برنامه دارم که با همراهشان روی مسائل افغانستان ماندار صحبت میکنیم. در هفته گذشته جناب محترم دکتر صاحب کامرانی را داشتم در برنامه خود، صحبت بسیار جالب کردن و اونا تا پای آخر به عمو صحبت خود معلوم دار پایبند بودن که باید است که یک صلح مابین امریکا و طالبان صورت بگیره و از اینکه دفتر طالبان در قطر باز شده، این یک قدم مثبت است که ایالات متحده آمریکا حاضر شده که با طالبان سر میز مذاکره بشینه. البته این صحبتی بود که دکتر صاحب کامرانی کردن و این موضوع داغ روز است و باز هم بعضی تبصره ها شنیده شد که گویا یخن آقای مسکینیار یگان تا میگیرن که چرا زوره جان یوسف این برنامه این میمان آورده، چرا برای طالبان یک استیج دادیم که صحبت کنن یا به طرفدارای طالبان. ما برای بیننده‌های عزیز و ارجمند میخوایم بگویم که موضوع مذاکرات طالبان پروسه سال یکی از مسائل داغ روز است و ما در یک میدیا و مطبوعات قرار داریم. تلویزیون ها کلینیکای روانشناسی
روانشناسی نیست بیننده عزیز. گرچه ما امی کار هم انجام داریم. تقریبا مدت 8 سال ما من حیث یک دکتر روانشناس خوب یا خراب صحبت‌های شما را شنیدیم. شما صحبت‌هایتان نکردین، گاهی با شما نوا شدیم، گاهی صحبت‌هایتان شاید در جای رد کرده باشیم، گاهی به اصطلاح عامی افغانی ما دلتان یخ کردیم، اما آل مریضی تشخیص شد. آل در صدد علاج مریضی باعث براییم. آلی که دکترها و نرسا قرار است که برن، ما به فکر ازی شدیم که آیا ما قادر به این هستیم که از خود نگهداری کنیم و برای ما مجبور هستیم که نظریات مختلف بشنویم، با امرای مردم باید صحبت داشته باشیم و ما هیچگاه نباید میدان خالی بگذاریم. به طور مثال در کنفرانس 11 جولای که کنفرانس جهانی استراتژیک برای صلح بود و دکتر صاحب کامرانی در اونجا یک سخنران بودن، تنها سخنران بودن، جای بسا خوشی بود که یک عده معدود افغانا که بنده بود، البته دکتر صاحب نفیس عبدالله، دکتر صاحب سعدالله غوثی، دکتر صاحب شیرعلی مسکینیار، آقای حسن نوری، خانم شایسته، آقای قدرت و مریم جان قدرت و اسینه جان قدرت، اینا اونجا رفته بودیم و ما صحبت‌های آقای کامرانی را گوش کردیم. البته امریکایایی که با دیگری‌های بسیار بالا، پروفسور و لایر و اینا بود در این محفل حضور داشتن و معلومدار امریکایی‌ها چیز خوبی بود که یک طرف قضیه را نشنیدن. در جای شک نیست که آقای کامرانی صحبت خودشان کردن، یک استاتستیک فوق‌العاده از جنگ نشان دادن و همچنان یک پیشنهادهای اقتصادی برای افغانستان کردن، اما در عین زمان ما هم در اونجا حضور داشتیم و بسیار صدای بلند دکتر صاحب نفیس عبدالله، دکتر صاحب سعدالله غوثی، بنده و دیگران صحبت‌های خود کردیم، آقای قدرت همه و نظریات خود ما دادیم و در این چیزی بسیار خوب بود که امریکایی‌ها یک نظر دیگه را در قضیه افغانستان شنیدن. یقینا همه ما می‌خواهیم که جنگ ختم شود، اما به کدام قیمت جنگ ختم شود و همچنان چی پیامدهایی برای افغانستان خواهد داشت. آیا ما از امریکایی‌ها تقاضا نکنیم که با یک مسئولیت از افغانستان براین، نشه که سال‌های 1993 که مثل که شوروی یا شکست خورده یا خودش برآمد، افغانستان دچار یک بحران بسیار زیاد بزرگ شد. از او خاطر کسایی که اینا انتقادا را میکنن، انتقادایشان بسیار محترم است، نظریاتشان بسیار محترم است، اما بنده تا زمانی که این برنامه را دارم و یک برنامه ساز تقریبا سیاسی هستم، ما چیزی که مطبوعات جهان و موضوع روز ایجاب میکنم، ما رقم برنامه خود پیش میبرم و از افغانای عزیزم خواهش میکنم که در این مسائل خود فعال بسازن. اگر کدام محفل امریکایی ها برام اندازن و از او خبر میشن، فرق نمیکنه یک کم از پاکت خود خرج کنن، یک تکت غذا بخرن برن و ببینن که موضوع از چی قرار است. باز نشه که مثل که در سال 2001 وقتی که آقای خلیلزاد قضایا را پیش برد، اما ما تقریبا گریان کردیم که چرا خلیلزاد تنها کارا را پیش برد، ما را نگفت. عالم اگر قرار باشه تنها آقای کامرانی مسائل پیش ببره، باز هم گله و گذاری ما بالا میشه. پس بهتر است که ما در این مسائل شامل باشیم تا جهان و امریکایی‌ها طرف دیگه قضیه را هم بشنوند. به هر صورت من میمان عزیزم از زیادتر منتظر نگاه نمی‌کنم. در برنامه امروز جناب محترم دکتر سعدالله غوثی، یک تن از دیپلمات‌های سابق افغانستان، استاد یونیورسیتی که در یونیورسیتی‌های معتبر جهان، یونیورسیتی توکیو، امریکن یونیورسیتی و همچنان پاهنتون کابل تدریس کردن و تجربه خوبی در مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان دارند و جهان یقینا چون سفر به کالیفرنیا داشتن، به جنوب کالیفرنیا و تصادفاً در جای دیدمشان و بسیار آرزو داشتم که در برنامه داشته باشمشان که امی موقع برابر شد و البته امید است که برنامه تا 2 ساعت بره. با از ساعت 11 تا 12 صحبت‌های آقای غوثی را میشنویم. امید که اسپانسرای پیدا شوند که ساعت 12 برنامه ما را اسپانسر کنن که ما بتانیم و سوالات بیننده های عزیز هم جوابات بدیم. آقای غوثی، بسیار خوشحال هستم که شما را در استودیو دارم. خوش آمدین و صفا آوردین. ببینید زورا جان، از اینکه لطف کردید و مرا به پروگرامتان دعوت کردید، مراتب امتنان خود اظهار میکنم. تشکر، مهربان هستین. ما به اختیار شما هستم، سوال داشته باشین. چیزی که من یعنی فکر میکنم خودم که یاد دارم و تحقیق کردیم و مطالعه کردیم، به کمال افتخار برایتان اظهار میکنم. بسیار تشکر آقای غوثی. البته جای بسیار خوشی است که شما را در برنامه دارم و قسمی که در شروع برنامه گفتم و همچنان در محفل 11 جولای که ما شما در پاهنتون UCLA بودیم، مسئله طالبا و موضوع دفتر قطر یک موضوع بسیار داغ است. خب ما یک طرف قضیه را به طور مثال شنیدیم که دکتر صاحب کامرانی بود که او به طرفداری طالبان تقریبا صحبت می‌کردند و میگفتن یک واقعیت افغانستان است و در این زمان فراموشم شد که بر شما بگویم دکتر صاحب که ما یک ارتباط امرای آقای امرالله صالح در کابل هم برقرار کردیم و شماره
تلفنشان به دست آوردیم که نظری از اونا را در این برنامه داشته باشم که در هفته های آینده انشالله خواهد داشته میشانه و یک نظریات کسایی را که اساساً بی‌طرف هستند در قضایای افغانستان و ماندار بهبود وضع افغانستان میخواه، اونا را میخواهیم داشته باشیم. نظر شما در مورد باز شدن دفتر طالبان در قطر و مذاکره با امروی امریکایی چی است؟ اول براتون عرض کنم که ختم جنگ در افغانستان آرزومندی هر افغان است. بله. شروع جنگ آسان است، ختم جنگ مشکل است. بله. این نه تنها در مورد فعلی وضع افغانستان است، در تمام تاریخ اگر مراجعه کنیم همیشه همینطور بوده. باز شدن دفتر طالبان در قطر یک موضوع بسیار خوب و خوشایند برای بسیار افغانا و خود ما بود، اما ختم جنگ یا مذاکره یا موضوع دیپلماتیک مذاکرات صلح هم از خود شکل و شرایط داره. بله. با بودن بیرق بین قوسین امارات اسلامی افغانستان و با بیرق دوران طالبان به هیچ صورت یعنی حکومت افغانستان و هیچ افغان به تحت ای شرایط و تحت ای عنوان امر زنان نباید مذاکره کنند. طالبان درست است که یک فاکتور امروز داخلی افغانستان هستند، یک عنصر هستند که با اونا جنگ دوام میتن که این طالبان کدام طالبان است؟ طالبای داخل افغانستان یا طالبایی که از پاکستان میان و با افغانستان جنگ میکنن و دهشت افغانی میکنن؟ این سوال است که باید از شروع واضح شود. اما نه به امارات اسلامی طالبان. دکتر سرغوسی ببخشید یک موضوع را اگر به یاد شما باشه در کنفرانس در نشست 11 جولای که دکتر سیب کامرانی صحبت میکردن، اونا گفتن که افغانا چرا سر مسئله بیرق سفید طالبان میپیچن و سر تایتل امارت اسلامی افغانستان میپیچن؟ مهم ایست که مذاکره صورت بگیره، صلح بیایه و امریکایا براین. شما از نگاه حقوقی را چطور تحلیل میکنید؟ نظر آقای پروفسور کامرانی است که نظر خودشان است، اما برای افغانستان، برای یک افغان و مخصوصا برای حکومت افغانستان که یک حکومت قانونی شناخته شده از طرف ملل متحد و با تمام تشکیلاتی که امروز داره، چطور میتونه که به زیر نام دولتی تا اکس طالبان بشینه و همون از اینا مذاکره بکنه؟ این مذاکره اگر طالبان به حیث انفرادی میهن و کدام طالبان میهن که هم از اول باید واضح شود. مثلا در این مذاکرات باید شبکه اقانی که بسیار دهشت افغانی زیاد میه، باید اقانی هم به اونجا شامل شود. این به 4 اکت میشه. اولش معلومدار مذاکره با امریکا که طرف اصلی امریکاست. بعد از این در اکت دوم مذاکره با یک سازمانی که از طرف حکومت دولت اسلامی افغانستان تعیین میشه که یا شورای عالی صلح است یا کدام مؤسسه دیگر میفرستن. بعد از او همه چیز در تحت چتر دولت فعلی افغانستان در کابل مذاکره شد. و اکت آخری ازی گذشتاندن ازی یا در شورای افغانستان یعنی در پارلمان افغانستان، هم در اولوسی جرگه و هم در مشران جرگه. این مفهمیده نمیتونم آیا در وقت که یک موافقت حاصل میشه حکومت آقای کرزی این به لوی جرگه پیش میکنه. این اما اکت آخری از خود بود. خب یک موضوع دیگر که آقای قوسی بعض افغانای ما مطرح میکنن، میگن خب حکومت فعلی افغانستان دست نشانده امریکا است و اساساً هیچ مطرح نیست و به خاطر که یکومت امریکا به وجود آورده شد، اما در حالی که امی دولت یک شناخت بین المللی هم معلومدار پیدا کرده به شمول خود قطر، این ما را بایپاس کنیم؟ به هیچ صورت نه. حکومت بعضی مردمایی که میگن که افغانستان کشور اشغال شده است، از نگاه حقوقی هر وقتی که
اساکر خارجی یک کشور در داخل یک کشور دیگه باشه، این کشور به مردم یک کشور اشغال شده میره. به نظر خود شخص من امریکا در افغانستان برای اشغال افغانستان نرفته. هر جنگ از خود یک مرام و یک مقصد نهایی داره. مرام اولی که امریکا رفت در افغانستان قرار تدقیق و تحلیل شخص خود ما برای به دست آوردن بن لادن و انحلال بگویم یا از بین بردن بگویم یا تضعیف القاعده و پالوی از او یک حکومت تروریستی که به توسط طالبان در افغانستان بود با مداخله امریکا او رژیم و او حکومت از بین رفت. اما حکومت طالبان تروریستی وقت مطرح نبود دیگه. شاید از بن لادن منیس یک میمان قدردانی میکردن. از میمانی که در خانه ما بیه و میمان ما که از خاک ما سر کسی دیگه حمله بکنه، او هم دعوت تروریستی است در داخل یک خاک. بسیار خوب. و یک موضوع دیگه آقای قوسی، امریکا نظر به تجربه‌ای که تلخی که مردم دنیا دارن، به طور مثال امریکا از کوریا برآمد، بعد از برآمدنش چی پیامدی به کوریا به وجود آمد؟ امریکا از ویتنام برآمد. یعنی امکان ازی داره که امریکا افغانستان رها کنه، اما پیامد بعدیش چی خواهد بود؟ بسیار سوال دلچسب. اگر کمی به عقب بریم و به تاریخ جنگ‌های امریکا مراجعه بکنیم، ما از جنگ دوم دنیا گپ نمی‌زنم. جنگ دوم دنیا بخی سابقه مخصوصی از خود داشت، یک جنگ دنیایی بود. با جنگایی که بعد از جنگ دوم دنیایی امریکا شامل بود، مثلا جنگ کوریا. با جنگ کوریا امریکا هم وقتی که داخل شد یک مرام داشت و او وحدت کوریا بود. وحدت کوریا از جزئیات صرف نظر میکنیم، موضوع بسیار کشال میشه، اما حاصل نشد و بعد از مذاکرات مشکل در 1952 که دو نیم سال دوام کرد در کیسانگ و پنمونجام، بالاخره صلح یک اوربند یا سیزفایر بر کار آمد. کوریا همونطوری که تقسیم شده بود تقسیم شده ماند. از این معلوم دار کوریای جنوبی استفاده نهایی کرد با کمک امریکا، با کمک حضور اساکر امریکایی در داخل کوریا و قدرت و توانایی مردم خود کوریای جنوبی که امروز کوریای جنوبی یکی از ملک‌های بسیار پیشرفته اقتصادی است. بله. دوم، بعد از جنگ ویتنام، امریکا در جنگ ویتنام که داخل شد هم یک مرام داشت که میراث بده از بعد از موضوع دین بین فو جنگ فرانسه امریکا گرفت و امریکا از تئوری دومینو در جنوب شرق آسیا بسیار خوف داشت. به جنگ ویتنام داخل شد، بس چندین سال جنگ دوام کرد، تلفات بسیار زیاد امریکا داد تا بالاخره بعد از افیر تت، یعنی او عمله دست جمعی مردم کوریا ویتنام شمالی با مناطق مختلف کوریای جنوبی، بالاخره امریکا حاضر شد که با ویتکانگا بشینه مذاکره بکنه و به این منظور یکی مذاکره کلانی بود که روزها بحث شد که شکل میز مدور باشه، مربع باشه، اما در پهلوی ازی در یک ویلاهایی که پارتی کمونیست فرانسه به اختیار کسنجر ولی دکتور داده بود، مذاکرات در اونجا دوام شد و امریکا از ویتنام برآمد. سیومش مداخله امریکاست در عراق. بله. خب که مداخله درست بود، مداخله درست نبود، سوال بالکل علیده است. بله. سر جزئیاتی از این نمیریم و امریکا در آخر بعد از یعنی خراب کردن زیربنای عراق از عراق برآمد. بله. آمدیم در موضوع خود ما که موضوع افغانستان است و درسترین جنگ امریکا. بالکل صحیح. درسترین جنگی که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی داشته جنگ افغانستان است که 13 سال جنگ در افغانستان است که 13 سال دوام کرده. بله. درسترین است. و بعض مردم موضوع افغانستان با موضوع عراق و
بودن پایگاه‌های نظامی امریکا در افغانستان مقایسه میکنه. فرق از این است که حالت عراق از حالت افغانستان کاملا فرق داره. افغانستان یک ملک بسیار مغلق، پیچیده، مشکل و در یک موقعیت جغرافیایی نهایت مشکل قرار داره. افغانا قرار گفتاری دوبنز که دیروز گفت که دوبنز همون نماینده خاص اعلای امریکا برای افپک است، برای افغانستان و پاکستان، و همین دوبنز است که در مذاکرات بن حاضر بود. دوبنز گفت که همین آوازی که برآمد که حضور عساکر امریکایی در سال 2014 3 روز پیش یا آواز برآمد، صفر خود. بله، زیرو آپشن. موضوع برای بسیاری امریکایی‌ها جالب است. چرا بسیار دیر به جنگ ماندن؟ شاید بسیاری امریکایی‌ها نخواهند که عسکرشان برن، اما در موضوع افغانستان فرق داره. قرار گفتار دوبنز افغانا به موجودیت عساکر امریکایی در افغانستان احتیاج داره. افغانستانی که با نبودن عساکر خارجی در سال 2014 ضرورت به امنیت خود داره. درست است که خوشبختانه یک اردوی 350,000 نفری که پلیس هم در بر میگیره در افغانستان ساخته شده و افغانا به جنگ مردم بسیار لایق هستند و افتخار هر افغان است. اما امنیت افغانستان که با وجود 140 یا 150,000 عساکر خارجی نهایت پیشرفته فراهم نشد، چطور این امنیت افغانستان؟ خب اینال باز ببخشید دکتر سدید، تو سوال مطرح میشه که اگر 150,000 عساکر خارجی امنیت گرفته نتونست، به طور مثال اگر 13,000 یا 12,000 نفرش باشه که میر آقای کامرانی مطرح کرد، او هم گرفته نمیتونه. نه، اینجا تشریح ایست یا فهم ایست که همین الان امنیت داخلی افغانستان به عساکر افغانی تعلق گرفته. بله، یا به عبارت بین المللی بگوییم افغانیزیشن جنگ افغانستان است. وقتی که قبول میشه و قوای امریکایی در پایگاه‌های نظامی مثل که همین دقیقه در ژاپن موجود است، در کره جنوبی موجود است، در اروپا موجود است، با موجودیت قوای نظامی ولو مقداری از 20,000 تجاوز نکنه، با موجودیت از اینا که اینا وظیفه تمرین عساکر افغانی را داره و با بودن این عساکر و پیمان استراتژیکی که افغانستان با امریکا داره، جمع پیمان امنیتی پایگاه ها با امریکا و پیمانهای استراتژیکی که افغانستان با بسیاری کشورها که به عقیده شخص من عمده ترین از او با هند است، ولو که پاکستان تخریش میکنه، امنیت افغانستان فکر میکنم توسط قوای افغانی با موجودیت پایگاه‌های نظامی در افغانستان با قبولی حکومت افغانستان بهتر تامین خواهد شد. یک مسئله دیگه اینجا مطرح میشه که گویا فعلا بحثی که ما بین حکومت آقای کرزی و امریکایی سر مسئولیت حقوقی عساکر امریکایی در افغانستان است که یعنی اگر یک عسکر امریکایی در افغانستان مرتکب یک جرم میشه باید نظر به محاکمات افغانستان محاکمه شود، اما امریکایی‌ها میگن نه، مسئولیت قانونی حقوقی میخواین برای عساکر خود. ایره شما از نگاه قوانین بین المللی چطور تحلیل بیشتر از اینکه من براتون جواب بدم، اینو میگم که مسئله می آپشن صفر، یعنی موجودیت صفر عسکر امریکایی در افغانستان دیروز هم توسط سفیر امریکا در نیتو کورت فولکر رد شد و گفت این یک کاتاستروف خواهد بود که عساکر امریکایی از افغانستان برای. همچنین رئیس کمیسیون روابط خارجی امریکا رابرت منندز گفت که افغانایی که فعلا برای تحکیم دموکراسی شکننده که فعلا در افغانستان وجود داره
اینا به موجودیت عساکر خارجی در پایگاه های خارجی به افغانستان ضرورت داره. این سوال زیر میره که وقتی که پایگاه های نظامی در افغانستان بیایه، قرار قانون امریکا مثل که شما گفتین مسئولیت عساکر امریکا یک قانون داخلی امریکاست. وقتی که یک عسکر امریکایی در اونجا با یک جنایت میکنه، قرار قانون امریکا در محکمه ملک باید محکمه نشه. او گناه زور تثبیت میکنن و امریکا میگه که من پس به امریکا میبرم و در امریکا محکمه میکنن و همین جنجاله امروز امریکا با کشورهای بسیار پیشرفتی که من 25 ساله که در ژاپن بودم با ژاپن ایده داشت، مخصوصا در اوکیناوا. بله بله. و این یک سوالتان بسیار اعلاست، بسیار مشکل است. این موضوع حقوق بین الدول نمیشه. این زیادتر موضوع حقوقی داخلی یک کشور است که قانون داخلی امریکاست. بله. که امریکا ایره از خاطر موجودیت عساکرش که در افغانستان اگر بمانه تغییر نخواهد داد. خب این به منفعت افغانستان خود بود که شرط قبول کنه و امیدواری افغانا و ما از جمله زو یک افغان امیز که عساکر امریکایی یک جنایت در داخل افغانستان نکنن که جنجال بار بیاره. یقینا. خب مسئله دیگه که خب البته در حلقه‌های سیاسی افغانای بحث‌ها را دارن که گویا موجودیت قوای پایگاه نظامی امریکا در افغانستان مطلقاً بی‌طرفی افغانستان از زیر سوال میبره و معلوم دار این باعث تخریش ایران، پاکستان میشه و شاید هم روسیه و اینا جنگ به هیچ وجه ختم نخواد کردن، برخلاف گروه ها را همیشه تحریک میکنن و همیشه جنگ است. اینجا موقف بی‌طرفی افغانستان چی مطرح است یا نیست؟ یعنی از این تسلسل منطقی افکارتان تجدید میکنم. تشکر. که چطور یکی رو به دیگر ربط میتین و این مباحث یک کسی که درس داده بگم تبریک میگم. تشکر، مهربان هستید. کسی بی‌طرفی، یکی سیاست بی‌طرفی است، یکی اعلان بی‌طرفی است، بله. یکی از نگاه حقوقی بی‌طرفی حقوقی است. سیاست بی‌طرفی یا نوترالیسم است که یک کشور اعلان میکنه که من سیاست بی‌طرفی رو تعقیب کنه و به هیچ صورت یک واقعی که دو کشور صورت میگیره کسی او را پشتیبانی نمیکنه. دیگه این سیاست بی‌طرفی است که پسانی سیاست بی‌طرفی با عدم انسلاک تبدیل شد. بله. ما با جزئیاتی از اون نمیرم، یقینا میفهمین یا اگه سوال خواسته باشین در مورد عدم انسلاک که بعضی را به کنفرانس بوندونگ 1955 ربط میته و من مطلقی را به کنفرانس بلگراد 61 ربط میتم، از روز تا امروز دوام داره. بله. این عدم انسلاک است در شرایط بین المللی وقت که جهان بین شرق و غرب تقسیم شده بود. بله. امروز این تعریف بگویم یا این پالیسی همون خریداری که او وقت داشت امروز نداره. دیگه اعلان بی‌طرفی است. یک کشور میگه من بی‌طرف هستم، عسکر نمی داشته باشم. مثال کوستاریکا امروز وقتی که وضع اقتصادیش نسبت به سایر کشورهای منطقه بالاتر است که بودجه نظامی نداره. اما پلیس داره برای حفظ امنیت داخلی، اما هیچ کس گارانتی نمیکنه که اگر یکی از کشورهای همسایش بالای کوستاریکا حمله کنه، اقدام کنه، کسی نیست که را پشتیبانی میکنه. شکل بهترین و شکل اعلای بی‌طرفی عبارت از بی‌طرفی حقوقی است. بی‌طرفی حقوقی چیست؟ که بی‌طرفی یک کشور با درخواست خود کشور یا با تحمیل کشورهای همسایه و امروز 5 کشوری دارای حق ویتو در شورای امنیت ملل متحد بی‌طرفی از او کشور تایید شود. افغانستان در مو کاتگوری می آید؟ تا امروز نامده و تا می دقیقه نیست میارد در افغانستان و او وقت میشه که هیچ قوای داخلی در داخل یک کشور خارجی در داخل یک کشور نباشه. بسیاری مردمی که افغانستان امروز یک ملک اشغال شده میگن، دلیلش اینه میگن که عسکری خارجی امروز در افغانستان وجود داره و این تعریف درست است
که وقتی که عسکر خارجی در داخل یک ملک باشه او ملک بی‌طرف نیست. بله. یگانه مثالی از این سوئیسرلند است که آهسته آهسته صورت گرفت. این از کنفرانس وینای 1815 که ناپلیون سقوط کرد و کنفدریشن هلوتیک بی‌طرفی خود خواست که پسان این بی‌طرفی از طرف کنسرت اروپای 1815 تایید شد، بعداً از طرف جامعه ملل تایید شد و امروز از طرف سازمان ملل متحد تایید شده. بلژیک هم این پالیسی را پیش از جنگ دوم دنیا اتخاذ کرده بود که این را آلمان احترام نکرد. پس برای افغانستان اگر رای بی‌طرفی را میگیره و عساکر خارجی در پایگاه ها وجود نمی داشته باشه، بهترین راست که بی‌طرفی افغانستان از طرف همسایه ها و 5 کشور دارای حق ویتو در شورای امنیت ملل متحد تعیین شود. و شرط دیگه عزیز که او کشور باید یک عسکر داخلی بسیار خوبی داشته باشه که مثال سوئیسرلند است. و سوئیس امروز همه مردم عسکر هستند. حتی تا سن 54 سالگی اگر اشتباه نکنم سوئیسیایی که رئیس یک کمپانی هستند برای 15 روز کار خود اعلام میتن، در کمپای نظامی میرن و به صورت دائم عسکری سوئیس وجود داره و یک عسکری بسیار اعلی است. مانندار سوئیس یک کشوری بسیار پیشرفته است. اما خب در افغانستان و دیگه ببخشین همسایه‌های سوئیس از همسایه‌های ما فرق داره. خب یک مسئله دیگه را که پیشنهاد شده که گفتن یک آتش بس ما بین طالبا و قوای ناتو صورت بگیره، شما این اوربند در کجا میبینید؟ اوربند در کار است؟ به نظر من بسیار سخت است. چرا؟ یک جنگ کنفرانسیونل نیست. درست است که طالبایی که به افغانستان دهشت افکنی میکنن باعث یک جنگ کنفرانسیونل، جنگ گوریلیایی است. بزن و ببرو. بله. قرار گفتی چون لای ممکن است که امو قماندانی اعلای از اینا که برای زینا امر میته به صورت انفرادی با قماندانکای خورد میره، شاید اگه غلط نکنم اثبات از این ندارم و مطلق فکر میکنم این شاید از طرف ISI باشه. و اگر اوربندی بین قوس که جنگ آرام شود و طالبا به صورت گریله‌ای در افغانستان عمل نکنن، این اوربند به صورت دفکتو نه در ظاهر در دست ISI خود بود. یقینا. و امی گلام است آقای غوثی که چرا امریکا منیس یک قوت بزرگ جهانی مردم افغانستان به اعتماد شدن برای امریکا، چرا به منبع طالبان میره که عبارت از پاکستان است؟ بسیار خوب سوال کردین. منبع طالبایی که در افغانستان میهن، ما ببخشین در افغانستان در یک اواخر نبودیم و تاسف میکنم، گمان نمیکنم که طالبای داخل افغانستان باشه. اگر شما کتاب احمد رشید رئیسی طالبا بخوانین براتون به صورت خوب شرح داده. هم کتاب اولش، هم کتاب دومش، هم کتاب سومش. احمد رشید پاکستانی است. بله. چنانچه میدانید. این طالبا اگر طالبای افغانی هم به اینا اشتراک بکنه با دادن پول یا با هر چی که هست، اینا از پاکستان میه و اینا پناهگاه وقتی که پس میرن در داخل پاکستان دارن. حمله کردن امریکا در مهد طالبا، حمله کردن در پشتونخوای امروز افغانستان یا پاکستان یا نورد وست فرانتیر پروینس قدیمی و فتا فدرالی ادمنستریتد ایریا که در اونجا افغانیست، حمله کردن امریکا با اونجا ایران جنگ است با پاکستان. و امروز درونایی که میره و لانه های از اونا را بعد از اینکه اثبات میشه که سرکردای از این طالبا اونجا هستن با درون خراب میکنه، یک غواره به پاکستان انداختن. چنانچه میدونید تمام کمپینی عمران خان کریکت باز به سر زمین موضوع بود. بله بله. صدر اعظم تازه پاکستان هم نواز شریف
تنقید کرده، اما مثل که گفتید که امریکا میتونه از دیدگاه نظامی که حمله کنه بالای پاکستان، اما پیشترم گفتم شروع جنگ یک چیز است، ختم میشه. بله بسیار بسیار مقبوله. پاکستان ما گمان نمیکنه امریکا ما مقابل پاکستان ایران جنگ بده. خب آقای غوثی، قدر دل آدم میخوای از شما بشنوه، برای اینکه معلومات کافی دارین سر همه مسائل که واقعا آدم افتخار میکنه که یک افغان قدر رسیده با مطالعه. میاییم از مسائل از این موضوع افغانستان میگذریم، سر مسئله دوم میاییم که شما دموکراسی را در افغانستان در کجا میبینید؟ دموکراسی رو در افغانستان میبینم. میفهم. اما از نگاه ازی که ما با دموکراسی به کجا میریم؟ بله. ما با لغت بازی کردم. افغانستان امین الان رای دموکراسی رو گرفته. بله. و مثل که چرچل دموکراسی رو تعریف کرده و اگر ما و خود اجازه بتم چرچل کود بکنم، از تمام رژیم‌های غلطی که در دنیا وجود داره یا فاسدی که در امریکا وجود داره یا کم یا بدی که وجود داره، کمترین بد بازم دموکراسی است. این تعریف چرچل است. بله. افغانستان بعد از کنفرانس بن که گرچه بعض مردم میره تنقید میکنن، اما تمام اساساتی که برای تشکیل حکومت در افغانستان آمد بعد از کنفرانس بن کلی تطبیق شد. آقای کرزی حلقه‌های مختلف یا شبکه‌های تلویزیونی مختلفی که تنقید میکنه، انصافا من خودم کرزی یک شخص دموکرات میدونم. بله. آزادی مطبوعات فعلا در افغانستان، مکاتب در افغانستان، تمام ازی برآورده و شرایط اساسی دموکراسی است که آقای کرزی این قبول کرده. و این که در سیاست چی بازی میکنه او سوال علایده است. بله بله. اما بدبختانه اکثریت ملکای جهان سوم رو به انکشاف که افغانستان یکی از او هم است، امروز ما امو شرط اساسی آمدن دموکراسی را که اگر دیالکتیک را تعقیب کنین، ساختن زیربنای اقتصادی است و ساختن شرایط درست و صحیح اقتصادی است که از او شرایط بهتر اقتصادی وضع اجتماعی بهتر میشه و از بهتر شدن وضع اجتماعی اساسات سیاسی درست بر کار میشه. یا بسیار دلیل اعلی. بله. این چیز ما ببخشین ما امریکا را هیچ وقت مثال نمیگیرم. ما باید ببخشین اگه به انگلیسی میگم we have to compare comparable things. چیزایی که قابل مقایسه هستن. بله. ما باقی مانده ملکای رو به انکشاف میگیرم. بله. در اکثر ملکای رو به انکشاف متاسفانه بگویم ما زیادتر از مسائل اقتصادی اگر عامیانه گپ بزنم چنگه بستیم به مسائل سیاسی و سیاست بازی. درست است که امروز در افغانستان از سال 2001 تا امروز وضع اقتصادی افغانستان بسیار فرق کرده. GNP عاید سرانه مردم افغانستان بسیار بالا رفته، اقتصاد فرق کرده، اما اکثریت منتظر هستند و متوقع هستند که در ساحه ساختمان زیربنای اقتصادی و اساسات که این ساختمان زیربنای اقتصادی را تضمین بکنه اقدامات درستی به عمل نامده و حتی امریکا را هم تنقید میکنن که در ایران امریکا بسیار کمک نکرده. امریکا میدقه کمکای میکنه. امریکا سی با کمربند شورای افغانستان در بادخیز شاید دیده باشین، موضوع بند شکردره یا دیگه اما این زیادتر میخواه. ما میم پس بسری از این که گفتین دموکراسی رو چی میبینین؟ در اروپا هم دموکراسی به یک روز تطبیق نشد. از نگاه ایدئالیسم نویسنده‌های بسیار زوری دوران قرن 18 فرانسه و انگلستان و از جان لاک و از یوم و از روسو از مونتسکیو از اینا گرفته همه به این ایدئال کلشون دموکراسی بود. اما دموکراسی
در اروپا وقتی شد که زیربنای اقتصادی اروپا زیادتر محکم شد، جامعه از او استفاده کرد، وضع جامعه تغییر خورد، بعد از او اساسات دموکراتیک آمد. در افغانستان هم این چیز وقت میگیره و ایدیال دموکراسی است. امی دموکراسی که امروز هم روانه است که زیر تنقید هم هست، امی شروع یک قدم درست است. بله. اما بازم میایم برای ازی در شروع ختم دیکولونایزیشن یا ختم استثمار، چون اکثر زعمای ملکای رو به انکشاف تربیت شده کشورهای استثماری بودن و میدیدن که پارلمانتریزم در او کشورها درست کار میکنه، خوب کار میکنه. اکثریت از اینا رو که مثال بگیرین، در افغانستان پارلمانتریزم آمد. در افغانستان ما از 1963 تا 73 پارلمانتریزم آمد، اما تمام روز قوی مقننه افغانستان مشغول بروحه که میگن به اینجا یا بزن و بکن داخلی جر و بست بودن، پیشتر از اینکه به انکشاف اقتصادی فکر کنن. وقتی که دیدن که نمیشه، پس اون گفتن که بهترین رژیم ریاستی خود بود. در افغانستان امروز هم که قانون اساسی امروز افغانستان تا حدی گرچه یک متخصص فرانسوی هم که اسمش هم دقیقا فراموش شده و مثل فوجیری قانون اساسی 64 نیست، امروز در افغانستان هم رژیم ریاستی آمده. اما رژیم ریاستی را دیدیم که از خود نواقص نشان داده. بسیار بهتر خواهد بود که در افغانستان امروز هم، من نمیگم سبا، افغانستان قانون اساسی از رژیم ریاستی داره. به چی شکل، به چی نوع این تغییر خواهد داد حکومت افغانستان، این وظیفه من نیست. اما باز هم یک رژیم ریاستی، رژیم پارلمانتر، یک دموکراسی پارلمانی که یک صدر اعظم موظف باشه، یک صدر اعظمی که مسئول در مقابل قوه مقننه باشه که یکی از شرایط اساسی تفکیک قواست. الان که در رژیم ریاستی گرچه که تفکیک قواست، قوه مقننه علیحده وجود داره، اجرایی علیحده وجود داره، عدلی علیحده وجود داره، اما قوه اجرایی همونطوری که در رژیم پارلمانی مسئول است در مقابل نمایندای ملت، در رژیم ریاستی نیست. مسئولیت رژیم ریاستی وقتی میه که انتخابات دوره دوم رئیس جمهور به. پس سوال تا نیست که ایدیال خود بود که در افغانستان همونطوری که اساس دموکراسی رو موندیم و کل ما هم میگیم که بهترین دموکراسی در اسلام است، همین دموکراسی تطبیق شوه، پیش بره. امید است که امو رژیم ایدیالی که اکثر مردم میخواین که آزادی، رژیم حکومت توسط ملت، برای ملت و از طرف ملت در ایده افغانستان. تشکر بسیار زیاد. خب بیننده عزیز و ارجمند، ما در برنامه جناب محترم دکتر سعدالله قوسی را داریم که روی مسائل افغانستان صحبت میکنن و ماندار در پالوی ازی که موضوعات روز صحبت میکنین یک سلسله معلومات هم میتن که بسیار معلوماتشون فوق العاده است. ما آرزو دارم که برنامه تا ساعت 1 بره و البته بر ما از لیل و فرجان گفتن که ساعت 12:30 زیادتر رفتن نمیتونیم، نمیفهم دلیلش چیست. و اگر شما آرزو دارین که در یک جواب سوال و جواب با همراه آقای قوسی قرار بگیرین، برنامه را لطفاً برای یک نیم ساعت دیگه یا برای یک ساعت دیگه اگر اسپانسر شوین فوق العاده خوشحال میشیم، به خاطر که من فکر میکنم صحبتایشان بسیار صحبتای جالبی است. آقای قوسی، ما میخوایم یک موضوع دیگر، شما در مسئله پاکستان وارد هستین. برای که در کدام سال بود که شما در پاکستان، در سفارت پاکستان بودین؟ باعث کنسول بودین؟ جناب کنسول بودین؟ نفر دوم سفارت سکرتری اول بودم. و وقت سفیر یعنی بعد سفیر دو سفیر اولی بسیار اعلی داشتم، میوندوال مرحوم، میوندوال شهید مرحوم و آقای نورآمد اعتمادی شهید مرحوم. بله. از این که میگن که من در افغانستان در پاکستان وارد هستم، همونطور که افغانستان گفتیم یک کشور بسیار مشکل و مغلق است، پاکستان از افغانستان کرده هم کشوری بسیار مشکل و مغلق دیگه است. اما همون وقت سندی است و پنجابی است و پشتونخوایی است و بسیار مشکل ملک است.
و یک و بحث ما در پاکستان مثل که سوال کردین، بله وقتی که مناسبات بعد از قطع مناسبات افغانستان و پاکستان در سال 61 و در سال 63 دوباره مناسبات تجدید میشه و مایوندوال مرحوم از سفارت واشنگتن به پاکستان مقرر میشه، کراچی میره. ما هم به حیث نفری دوم سفارت به حیث سکرتری اول افتخار همکاری را با آقای میوندوال داشتم. بله. و شما در اون وقت یک بحث ما شما کردیم که گفتیم باید یک سیاستمدار در هر صورت یک ویژن داشته باشه، یک دورنمای سیاسی برای مملکت خود ببینه. و شاید یک انتقادی که سر آقای کرزی می‌آید است که یک ویژن سیاسی نداره یا به طور سر لیدرهای افغانستان. شما در مورد یک بحثی که شما داشتین در اونجا سر راه ترانزیت ما بین پاکستان و افغانستان، ممکن است امور بر ما قصه کنین برای بیننده‌های ما که فکر می‌کنم بسیار جالب است. چنانچه می‌دانین بعد از موضوع مغولگینی، موضوع 1960 که کنسولگری های افغانستان در پشاور و کویت پاکستان بسته کرد و مرحوم سردار محمد داود خان صدر اعظم بود و ما هم افتخارشان با در هیئت افغانستان در کنفرانس بلگراد داشتم. بله. اینا اول آمد که اینا بسته کردن، سردار محمد داود خان یم رای یکی را گرفت و گفت تا اینا را باز نکنن من برای پاکستان قطع مناسبات میکنم. برای پاکستان قطع مناسبات کرد. بله. وقتی که با دو کشور با هم قطع مناسبات میکنن، تمام قراردادهای موجودی که بین دو کشور بود از بین میره. که از این جمله وقتی که در بعد از کنفرانس تهران 1963 روابط سیاسی بین افغانستان و پاکستان برقرار شد و میوندوال مرحوم به حیث سفیر کبیر رفت، هیئت از افغانستان آمد که اما مهمترین قراردادی که افغانستان داره در مورد ترانزیت با پاکستان است که قرارداد ترانزیت 1958 بود. بله. این قرارداد ترانزیت 1958 از بین رفت. هیئت افغانستان به تحت ریاست وزیر تجارت وقت افغانستان آمد، اما شیرازی مذاکرات در نقاط تمام اساس میوندوال مرحوم داشت. وقتی که اینجا بحث میکردند در موضوع ازی که ترانزیت اموال افغانی از کراچی به افغانستان که سوال دمرج و وارفج و اینا را می آورد، اینجا میوندوال گفت که نه تنها بگوین که ترانزیت از کراچی به طرف افغانستان و از افغانستان به پاکستان. عزیز آمد که من یقینا امروز حیات نداره که وقت سکرتر جنرال وزارت خارجه پاکستان بود و وحید زمان که وزیر تجارت پاکستان بود، قه خندیدن گفتن که ترانزیت از افغانستان به طرف پاکستان، ترانزیت چی؟ از کجا؟ یعنی ما را به سر یک ملک غریب و بیچاره فکر می‌کردن. و هیچ فکر وقت چی بود؟ جمهوریت‌های شمال افغانستان همش تحت تاثیر شوروی بودن. بله. جمهوریت ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان از اونجا هیچ نمی آمد که از راه افغانستان تیر شود. میوندوال مرحوم امی ویژن داشت که میدید که امروز این موضوع هنوز عملی شده نشده که به از عدم موجودیت استقرار در افغانستان و امروز می سوال آمده. این یک بهترین مثال ویژن یک سیاستمدار است واقعا و میوندوال مرحوم در این مسئله دورنمای سیاسی افغانستان و اقتصادی شدیده بود و امروز واقعا آقای غوثی افغانستان اگر قسم که شما فرمودین یک استقرار سیاسی و نظامی بیایه، اما حیثیت رای ابریشم پس پیدا کرده که فاکتور اقتصادی افغانستان بسیار مهمتر است از فاکتور سیاسیش. ما افغان ها گشتن همه بسیار به سیاست افغانستان چسبیدیم در حالی که اقتصاد بسیار مطرح است در اینجا. بسیار زیاد. مثلا وقتی که ما مسئله اقتصاد میگیم آقای غوثی امیال، شما ببینین که اگر حکومت کوشش کنه، اگر سفارت‌های افغانستان کوشش کنن، ما یک بستر بزرگ از جوانای افغان در کشورهای اروپایی امریکایی داریم که اینا واقعا با زبان امو کشورها وارد هستند، تحصیلات عالی دارن، اینا رو جذب کنن به داخل افغانستان. در این مسئله نظر شما چی است در مورد امی افغانایی که در بیرون هستند؟ ببخشین من اینجا اگر گرچه که مخالف مقایسه هستم، امریکا رو بگوین. امریکا وقتی که ساخته شد، همین
ملتینگ پات که میگن، مردم های مختلف از جایهای مختلف دنیا به امریکا آمد. درست است که اراضی امریکا، خاک امریکا، آب و هوای امریکا اینا شد و همو باعث انکشاف امریکا شد. بله. در افغانستان غریب امروز ما وقتی که اگر شرایط به صورت به که نسل دوم افغانای ما که اولادای شما و اولادای ما باشه، چی از امریکا، چی از فرانسه، چی از انگلستان، چی از اروپا، چی از جنوب شرق آسیا، تمام از اینا با تجربه که دارن، با فهمی که دارن، با تعلیمی که کردن، بله. امروز که کل از اینا پس در افغانستان برن، اگر کلشان نمیرن شاید شرایط حیات دارن و اولاد دارن که نمیتونن برن، این عناصر اگر یک تعدادش هم بره برای انکشاف افغانستان فوق العاده مهم تمام میشه. برای یک حکومت در افغانستان به کار است که اینا را قبول کنه. مثلا شما مثال هند دارید و اینا را متاسفانه امروز ما را در افغانستان سکشوی میگن. بله و ما را سر پاسپورت های دو پاسپورت ها و چیزا گپ است. به طور مثال در هندوستان و هند من براتون مثال میتونم. خب هند بالکل فرق داره، کلانترین دموکراسی روی زمین است. با هزارها هندی در امریکا، اروپا، استرالیا، کانادا، سنگاپور، در تمام این جایا بودن، سرمایه گذاری کردن و بهترین انترپرنور هستن. برای جلب از اینا موضوع تکس بود و از عایدشان بود و از اینا که قطعا اجازه نمیدن و هم نمیرفتن. وقتی که امین منموهن سینگ وزیر مالیه هند شد و امین سواره از بین برد و گفت که فایده که اینا میکنن ایره درست است که تکسی میگیرن، تکسی درست است و اینا بهن و یک عالم هندی امروز از کشورهای رفتن بردن در داخل هند سرمایه گذاری کردن و می 350 میلیون طبقه متوسط پیشرفته که امروز میگن اکثر از اینا از اون وقت است. بله. خب به عنوان سوال آخر دکتر صاحب من میخوایم که و شما را بر انور آقای قیوم غفوری و آقای انور نیکو برای 1 ساعت دیگه برنامه را اسپانسر شدن که ما تا ساعت 12:50 میریم. از آقای قیوم غفوری و از آقای انور نیکو یک جهان ممنون هستم که بسیار مهربانی کردن و واقعا ما از صحبت‌های آقای غوثی لذت میبریم از معلوماتی که دارن. آقای غوثی، یک موضوع بسیار مهمی که در این شب و روز ماندار اتفاق افتید گذشته از افغانستان، چون ما در جامعه بین المللی ماندار زندگی میکنیم و مسائل بین المللی تاثیر مستقیم خودش سر اوضاع سیاسی افغانستان هم داره، موضوع مصر است و مسئله به اصطلاح کنار زدن آقای مرسی از قدرت و موضوع اخوان المسلمین. شما در این مسئله نظر شما چیست و هر چیزی که در مصر میگذره زیادتر برای کشورهای اسلامی مطرح بحث است از اینکه در عربستان سعودی میگذره، با وجودی که به میلیون ها مسلمان برای طواف خانه کعبه میرند. نظر شما در مسئله قضیه اخوان المسلمین و کنار زدنشان فعلا از سیاست مصر چی می باشه؟ بیشتر از اینکه من راجع به مصر 2 کلمه بگویم، چون نام انور جان نیکو رو گفتین، ما افتخار همکاری از اونا رو در پاکستان که پیشتر گفتین یاد داشتم و انور جان نیکو بسیار چیزی که ما برای ما بیروکراسی داخلی افغانستان نبود، ما از انور نیکو یاد گرفتیم و مدیون و مشکوری انور جان نیکو است. من یکی از دوستای بسیار خوب شما هستم که افتخار دارم که از امروز روز تا امروز یک دوست بسیار اعلایم هستم. و همچنان آقای قیوم غفوری بسیار مهربانی کردن که شاید شما اونا رو نشناسین که برنامه را نیم ساعت دیگه اسپانسر کردن. بسیار تشکر. پیش از اینکه به قضیه اخوان المسلمین بریم، یک کم سر این پاکستان میمانیم آقای غوثی، چون پاکستان موضوع روز ما است. شما روابط امروز افغانستان و پاکستان چی رقم میبینین؟ آیا ما چی بسیار یک احساسات ضد پاکستانی به وجود آمده، در این جای شک نیست، اما جغرافیا را خود تغییر داده نمیتونیم. این چی رقم سرش یک بحث کوتاه اگه داشته باشیم؟ بسیار سوال بسیار جامع است. مناسبات با پاکستان و کارهایی که در قدر سال پاکستان در برابر افغانا کرده و ذهنیت عمومی افغانا در مقابل پاکستان تغییر خورده. اگر سابق مناسبات بین حکومت ها خراب بود، امروز اکثریت مردم افغانستان از پاکستان ناراضی هستند که تغییر دادن ازی به یک روز و به یک تغییر رژیم نمیشه.
بله. و این موضوع را افغان ها حق دارن. از طرف دیگه در سیاست شما بسیار چیزا رو تغییر دادن میتونید، اما جغرافیا رو تغییر دادن نمیتونید. پاکستان هست، افغانستان پالوش است. راه ترانزیت افغانستان از راه پاکستان است. هر دفعه که ترانزیت افغانستان از راه پاکستان بسته شده، ما به چی جنجال ها موندیم؟ یعنی قرار تدقیق و تحلیل خود شخص ما وقتی که از سال 61 تا 63 سرحد افغانستان بسته شد و ترانزیت از او را بسته شد، ما بسیار خوشحالی کردیم در وقت. ما خودم نی، ما بین قوس که این اتحاد شوروی را واس کرد و انگور افغانستان را برد و میوه افغانستان را برد و روزا تیاری پاکستانی شوروی به افغانستان می آمد. اما امی باعث شد که اقتصاد افغانستان، تجارت افغانستان بدبختانه از طرف غربم مطلق به طرف شرق دور بخوره که نتایج بعدی از او را شما میدونید. بله. یعنی مقصد ما است که حالا امروز میگن مثلا بندر چاربهار میتونه که جای بندر کراچی رو بگیره؟ بله، می آمدم به بله. بندر کراچی بالکل یک بندر چطور بگویم عنعنوی تجارت و ترانزیت افغانستان شده و ای که ما در اونجا بندر میخواهیم. افغانستان متاسفانه یک هنوز خط آهن نداره. امو استیشن سرویسی که ترا بزنس افغانستان میشه بسیار مجهز و بسیار آماده نیست. ما چطور خود دانستیم که یک بندر در یک ملک دیگه اداره بکنیم و حجم واردات افغانستان از راه کراچی به کابل امیال معلومدار بسیار زیاد است، چرا کل اموال مورد ضرورت قوای خارجی از جمعه بله. که حجم از او فوق العاده بالا رفته. اما وقتی که افغانستان تنهای آزاد باشه و با جهان غرب آزاد داشته باشه، گمان نمی کنم که از راه یک بندر بکنه. امروز پاکستان میشه که مذاکره کنن و در بندر کراچی یک گوشه فری یک گوشه آزاد ترانزیتی افغانستان داشته باشه و در خط ریل پاکستان یک خط ریل هفته یک بار دو بار برای افغانستان تخصیص داده شود. شاید بعضی بگن که گپا کلش گپای تئوریک است و اما خط ریل کافی است که هفته دو بار تمام اموال ترانزیتی افغانستان از بندر کراچی به طرف افغانستان بیاره. برای ازی ضرورت است که مناسبات افغانستان و پاکستان بهتر شود، چنانچه در دهه دموکراسی افغانستان مناسبات افغانستان و پاکستان بسیار خوب بود. بله. بسیار پاکستانی افغانستان می آمدن. مردم پاکستان از آب و هوای تجربه خودم افغانستان دارم، خوش داشتن. افغانستان دوست دارن، افغانستان خوش دارن. افغانستان به حیث یک کشوری که در تاریخ مسلمانای پاکستان رول نهایت عمده را بازی کرده ایران میشناسن. ای که چطور در آینده این میشه ببخشین از توان ما بالاست. خب یقینا آقای قوسی بندر چای بهار که گفتین چاربهار درست است. بله. در ایران چاربهار بله. در بندر چای بهار در ایران زمینم داده برای افغانستان. ایران من میدانم، اما هنوز به سایه عمل نامده که از او رو چطور میشه. بله. کراچی یک چیز عنعنوی شده. مثلا همونطور که سر پاکستان ما فکر میکنیم آقای قوسی، ایران هم در مقابل تقاضاهایی داره. مثلا موضوع آب دریای هلمند بسیار یک مسئله مهم است که ایران سر از او بسیار چشم داره که مقدار زیادتری از او آب بگیره. به هر صورت میایم یقینا که وقتی که به ساعت دوم میریم بیننده عزیز سوالای شما مقدار شاید از من متفاوت باشه که از آقای قوسی بپرسن. پس میایم سر مسئله اخوان المسلمین یک نظر کوتاه سر قضیه مصر مندازیم و نظر آقای قوسی رو میخوایم و باز به سوالای بیننده میریم. اول برای شما عرض کنم که تحلیل در وضع فعلی مصر که از این 2 هفته نمیگذره بسیار زود است و معلومات من تنها از روی جراید و از روی